ببین استاد، تعبیر والله اعلم تعبیر ما است، نمیفهم که چقدر درست باشد. روح از قضایایی است که از عالم امر است و چیزی که از عالم امر باشد به ابزار فعلی ما قابل چی نیست، تعبیر نیست. این روح تربیت می شود در بستر جسد. هرگاه جسد پاک بخورد، پاک بشیند، پاک بگوید، پاک تعبیر کند، اینی روح از خود صفت را بیرون می کشد به نفس مطمئنه، راضیه، مرضیه، لوامه، ملهمه. هرگاه اینی بدن ظاهری ما غلط بگیرد، غلط بگوید، غلط بخورد، غلط تعبیر کند، بعد از او باز نفس میراد به اماره بالسوء. روح نتیجه ایش که از خود انعکاس میدهد، این تو یک شی فاصل است. عالی، سوال حل شد. چطور میتونی که روح مطمئنه داشته باشی؟ پس پاک بگو، پاک بشین، پاک بخو، پاک تعبیر کن. این کار کردی و پاکی را از کجا میگیری؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. پس پیغمبر علیه السلام الگوی ما شماست. به مصطفی برسان خویش را که دین همه اوست، اگر به او نرسیدی تمام بولهبی است.